دوستان مهربانم، دوستان شیرین قند اصل، چیال داره خوبکت اینجا که کلاکتان خوبان خوب بزن دم چی آبره الحمدلله خوب تین شکری پروردگار میشوه سفر داریم سفر به 1300 کیلومتر میده میده الحمدلله خدا دوستم تودا گده نت رودا جان شیرین زخدی زودا آجون خلاص خدا طرف کزن تترستان دوستان عزیز تترستان مردمی تترستان هم سمیدم انشاءالله مایده کازان 765 کیلومتر نفسگه طرفی تترستان دوستان رفته ایسیم خداوند خیرتون کرد سیاز مسوزه زیخ سیم که همروی برادر مایده صحبت کرد بریم ولی 13 ساعت های تا 13 ساعت های انشاءالله ولی چند افیر و چند گپ خبر بود راستی можно номер телефона ваш телефон секунду 3 раза дозвонились никто не берет не знаю номер телефона я не могу говорить на это YouTube потому что после этого это эфир много будут звонить за это извините понятно прости альхамдулилlah سلام بچه دنگری از نومی بچه های 5 شلوک درینگ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته باز آمدم با سزنم آخی ما اگر به ناموس باشیم که در اینجا چیکار میکنی همی آدم محفولم نباشه چشم برمت دهوش میکنم به روزی به عقل خدا هدایتت کنه ای ای خدا هدایتت کنه علیکم السلام و رحمت الله production تو تالی سمس خدا هدایت چون کنه دشمن نکنه برادای دشمن یا دشمن نیستن یا شخصی هستن که متاسفانه بعض بنام وطن دوستان میگن یا که بنام فتنه‌گرا در گوشاشون پراویل ندارن خیلی من ای بخشونم خدا خیر کنه خب همی کسی گناهگار پروردگار سلامت باشی پروردگار خار و ذلیلش کنه خدمه گناهگار باشه البته همه راضیم کسی گناهگار باشه خدا هدایتم کنه خوب هستی همه تنجه برادرای کند شکلات برادرای نغز من سیلکر در تلگرام میپردم تلگرام با وجود شده است خدمت میخوای بدو صحبت کنیم سلامت باشه علی شیر کل طرف چی رفته است شهری تترستان کل نیست مجھے مهم برمد دیگه مرا کل نه
کیا فریب کردم، کیا گفتم بیا من از سون بتیه. ای برادران من چیکار کردم؟ داد از دستی شما ای مردم های بفهم. بای سلام علیکم. علیکم سلام برادر محمد الحمدلله. زنده. الحمدلله شما زنده براتین نه. سلام علیکم. قربان در جانی که خورو در جانی کورو خورو. دایا جو بده بخا. پروردگار سلامتی باشد، کار میشود. خداوند برکتتون کنه. خداوند خیرتون کنه. آها دوست کا تماشا کنم. در کل بعد تلفن میمونن. در کل تلفن میمونن. اوه چه وقتیه بخا. رئیس فوتولیکا. چی؟ شیخ فوتولیکا شیخ فوتولیک. باشه پروردگار برکتتون کنه. خداوند خیرتون کنه. میگه جبر برادر فرمان جبر دیده را کشیده آوردن ای تاجیکستان. اون با جبر دیده چیکار دارم؟ با شما را ملیسم، با شما را مقامات میارم، ملیانیر ما چیکار دارم با او کارو؟ وای میدونه امو دو نفر وای رسلیت ولی گره شدن کدامش میگیرم. ما از دوی کار بار کنیم الحمدلله. پروردگار هدایتون کنه. همون قدر بسیار کور کر شل شدگی که من همین نوارای مینت نمیکنم. خدمتمون در همین کانال میپرتم. هر روز الحمدلله یک کس کمک کرده استیم با مبلغای کلان از حسابی برادرای خیرخواه نمیبینن. یک کنچکی هم میگیرن میتوان شانتاج پانتاج مانتاج مینن آدمای خودشون را تیار میکنن همه را باور میکنن. اینقدر که میگن لوناتیک شده فناتیک شده. رفته هم گیرم جبل جو میره ولی بس سلام میدیم انشاءالله. علیکم سلام. خدا هدایتون کنه. تatariston رفته استیم برادر جان تنظیمان شهری تترستان. دکتر علیکم خوش آمدید جان شیرین. برادر خندم این برادر یکی از برادران بهترین در مترو کاتلنیکی. خوب هستید زنده؟ خوش آمدید. خوش آمدید Şeker به kaç کنار. şeker. خروج Xونه خیر. kanazı. Şekeri para دیگه ورکه. در هشت خوره سن خونه ده. فرزند زندگی. خونه ده کس خونه ده. پروردگار برکت دیه برادر. آمین آمین. زیغ مکانی دندون دیگه چند شی رفتی دندون سن کلامباش گفتی. چند شی کلامبای دندون ویزیتکا داره. ویزیتکا نشون بده تا من مردم برام به پیش ده. خب که. از این دست میز راستی. روان میکنم. پروردگار خیر که دوست خدا. این برادر ما یک از برادران بهترین دندون پزشکش میگن نه با تاجیکی. بله بله. یعنی دکتری دندان خدمت که اگر باشه در مترو کاتلنیکی الحمدلله برادر ما در خدمت. البته انشالله در خدمت. برو خوب همه چه جان شیرین. شکر شکر. پروردگار در کنه بینم خدمت کرده. آمین طرف آمین. تترستان رفته شده انشالله هم یک خداوند برنامه دارم در سفری سر برنامه را. سفری نیک تو تا خداوند خوشما باشه. الله سلامت میکنه. باشی دوستی خدا. دعاگو باش اکا جان. حتما خدا حتما. خیرت یا. آمین. سلامت باشی دوستی عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعاگو باش اکا. خوب خب. باشی. بهترین دختر بهترین برادر است الحمدلله. خدمت کرده است. خدمت کرده ایستاده است در مردمی مهاجر. دل و جانم فدایت یا محمد. علیکم السلام و رحمت الله. ازبکستان به پیش، ازبکستان به پیش، تاجیکستان به پیش. ای مردم سربلند می خدا هدایت کنه. باید دو رجب هدایت کنه یورا. متاسفانه این همی کمی ترمین استگی خب. علیکم السلام. سلامت باشی زمزم عمره. برادر عزیز شرکت زمزم یکی از بهترین برادران شخصانی هستند که میگیرن
مردم به خانه خدا به حج عمره میبرن. $1200 $1400. شرکت زمزم هیچگاه در اتوبوس نمیبرن نمیاره، یعنی مهمانخانه ها میگم یا گستنیچه های ما نزدیک هستند و هم خاطر اما وقت $100 ای دیگه شرکت ها قیمت یا $50. این هم 15 هم همین 15 نوامبر ریس داریم انشاءالله با کجا با همون حج عمره وقتی خانه خدا را با همون مکه مکرمه میتونی با همون رقم های 915 442 1673 زنگ میزنی و که در همون یوتیوب زمزم عمره بزنی میبرن حج فرضی حج عمره چون صحبت میکنید. آفیسشون قرار داره در مترو پراسپکت میر مغازین زمزم مارکت پیش مسجد. او برادرم من همین خیلی این هم شرکت زمزم در همجا رقماش نوشتگی حج عمره. این هم از ذکری پیچ میرم دوستان میتونه انشاءالله زنگش بزنی. به پول ای به پول سخنت از سر ندارد. الحمدلله برادر جون خوب هستی تنجی زاهد لبای گپ زنی. الو به پول سخنت از سر ندارد حاله که تو داری برادر وقتی میداره خواهش میکنم گپ زنی از برای خدا وقتی مردمم نگیره. حج عمره $1200 و $1400 بخراق و بخراق. اگر به عروسی بگردونیش به عروسی برادرها 116,000 و 136,000 میشه هم قدر 34,000 میشه. علیکم السلام و رحمت. ما مردک نیستیم چیکار می‌کنید در اینجا نمیره پیش ما مردک کافی. ما غیبت نکنیم ببینیم ما یک کس ویدیو نکنیم به هیچ کار نداریم. همین ویدیو مینن رکلاماشو میزنن دادم میگن شعر اینا اگه با ما دهنی وایرون ندارم و اب لنگری کم کم گزلگی مینم من گزلگی نمیکنم. هم نمره 1673 زنگ بزنید چی گفته در کاره انشاءالله میرد. شهر تترستان برادر رفته ایسان برادر زینوکار میگه کیا زینو کردم به خدا بچه من کیا زینو کردم همینجا بدرو مردکی در تلگرام من سیلکه کانال ما پارت افتم بدرو من از کذا که کیا زینو کردم به خدا من هم بچهای منم ویدیو کردن خاطی خواهرها هیچ کس من زینو نکردم یازنشون نیستم کار ندارم شما را اینفورماسیون نیپراویل نمیرسونه برادرتان. Yani abraçay vunimani alhamdulillah все нормально, все хорошо. Едем потихонечку, бисмилlah. همین کدمنت گپ داره اگر میپنیاد نه همین کار میگم که در تلگرام پارت افتم سیلکه را بدرید صحبت کنیم مهم نیست چی گپ است. ببینه که من نسبت یگان بلوگر نمیکنم ویدیو یگان کس کار ندارم. آخی درست سوال تی هم من جواب گویم آخی جانم فدای نامی یا مصطفی محمد لبای السلام وعلیکم سلام اکه بابو جون سوزی اکه تنجی برادرم تینجی کلکو خوبه نازی شکر سلامتی چکره اکه الحمدلله که خوب هستی شکر دای شهری پگو درخت سه اکه طرف همین تترستان یک جا همون
یک برنامه بگیم همونجا رفته هستیم الحمدلله دعوت Ami jaya odamay akay langari yusuf garen yordamش kadagi ay padar modar har taqurat kesay урамаеш нукумати айчия оли номероша ватсап дароид мекунам барои ёрдами шумо ба гарени расидаги айда نگاه که یاد چی میگم برادر جون این اکرم میدون چی نام داری اکا؟ иззат ака اکا ایزا جون این همجا مسلمان هستی الحمدلله یکم بار میدروی در می فیلم خیال میکنم من به бале خدا با همین گپایی که در همین یوتیوب نسبت من کردن من در یگان تعمیق پوش نیستم به خدا این مردم میگم نمیفهمن میشینن یا زنک میورن یا گلوسی زنک میمونن او یا زنک هیچ میدونن او زنک گاو میزنن من نمیفهمم ایو کیان چی میخوام به خدا قسم همین مردک باید یا زن داشته باشم من دیگه زن نمیگیرم التماس روزم بتیه کار کنم با هیچ که کاری ندارم میبرن صبورا میارن سایجلالا میارن دخترش آخی من چی کار دارم بابا یو بره آخی ناموس کنن صورت من لنگری چی پریچو ماید همیجا وای سکلادی من نباشم اما آش نگیرم اینجا کار ندارم آخ کدنه همی خدمت داره چی میگن که نگوره برای پیش قانون که او بتیا من با هیچ که یک با یک نمیزنم برادر با هیچ که کار ندارم бале бале ака гап дустад ози бес акай намая чӣ меёрам да ҷа кас мара ақурат кай фақат бинай чиай гӯш ка акай бобоҷон ина نباید мисол оз ина мисол як кас маҳмон акайна шумо нестен мисол дар ютуб фаъолият на худат акай лангарӣ фаъолият надора як кас меғалта аз стройкаи чорум этаж я мешикана я мебира мисол оз ина шумо ҳастен ки я навор мекунӣ 300-400 ҳазор рубл ҷамъ мекунава роиш мекунӣ бо як амуди шабуд мекуна ами хеласе яка بله ҷавоб мегум агар ами шумо набошед кунем аллоҳ шоҳид аст дар гапам ҷавоб мегум амакиша занг бизана ё акаша занг бизана намекуна ба худо من намекуна نام یگان کس نمیگیرم نام یگان کس تلفناشو والله نمیبردارن تلفناشو نمیبردارن او گام میزنه این کاری ما نیست میگن مهم این نیست ما تاجیک هستیم مهم این است که ما باید به طرف بستیم بعضی گام میزنه این کاری کنسوله پسال سش ما چیکار داریم نه قرض شهروندی هر یک مسلمان هر یک تاجیک است که یک تاجیکش دفستی میغلطه باید دستش بگیره انا ای است البته که افیسال رویا کمک میکنن کنسولگری تاجیکستان پسال سه تاجیکستان اما ما قرض شهروندی ما اجرا میکنیم من شگر کارخونه دارم درآمد برای زندگیم دارم من پروا هیچ که ندارم لنگری هم الحمدلله ایل رکلاماش میگیرن از برورن همین یک از 2017 اینا من سر کار دارم یک مهاجره یک نیازمنده یک کسلی برورن بگن که بابا جان یا لنگری ایسری همون زبور 5 سوم 10 سوم گرفت برو اینا ана برو بگین من فلانی از من سوم گرفتم چیز نگو инаҷа نیست فقط муҳаммад من айсай برو инаҷа муҳаммад айсай ба пуле ки ҳал мешава ҳами кор кепка навистай акай муҳаммадбой гӯш ка ака вақте ки ҳарди ҳами сабаб нашава тай куҷо рой мекунӣ мисол худо нишон натава мисол ҷинозара айсуми кӣ рой мекунӣ ака амино сабаб мешава видеот мекунанд яъда субҷа мешава роӣ мекунанд яъда проблемаша буд мекунад ака любой پیش одам ҳамин بعض кара وزیر ака بعض любой آدمایی که одам ایمانشون کامل است الحمدلله آدما ایمانشون کامل است قرض می بچه حقارت نکنه او حقارت میکردگی و بعدش پشیمون میشوند و بعضی آدمش متاسفانه قلبش سیاه که نمیدونه هر یک حقارت از روی یک بدبخت دیگه یا بدبخت دیگه را میکنه یا نیکبخت را میکنه ملائکه دست چپ نوشته شده ملائکه دست راست نوشته شده مال حقارت کنن تشویش نشی و هم خود اینو پروا ندارم ҳамаш ба худо акай мардакҳои калон нестанд ё ҳам бачаҳои ёшан ака ақурат мекунанд як чиза намефаҳма ака мегира ақурат мекуна ҳеҷ вақт бачаи калон мефаҳмидагӣ хеле ақурат намекунад ака نه وقتی همین اصلا ما همه متوجهیم ای بیده ما بین دیگه نفرا باید ما نکنیم متاسفانه مادرها از فصله نیگاری من آموزش میگن انا شو مکم زدیم انا فلانی ایتشید میبرورن داخل یوتیوب آوازو کنن اکو مادرایی که بعضش مثلا سخت شونه رسه در بیگالای در
ایما میشینن گپای دشنام آمخته هر روزه شدگیان با برای سعی دارن و یاش یک طرف بعضی مادرایی که نمیدونن بازیچه دستی بلوگرها میشوند. من بلوگر من از این کسب نان میخورم، نان حلال. الحمدلله از رکلام های حلال من قمار نمیزنم، ترینکا و پرینکا رکلام نمیکنم که من سون بگیرم. مثال گپ من بله. میگه رکلام کردم کانال میفروشم، چند تا امتری باز قمار باز میگم زنگ زد من چوکد یکای بابا جان چسبیدی. تا گرفته. چسبید یکای بخشید بابا برادر جان. عزیز چیه؟ بله بله برادر تصمیم بخشید یا آه. بخشید یا با هم خطیر میگم آواز میره ما صد آواز مرفته چه اکای اکا بابا جان من خود اکا یک اینجا سوال دارم اکا. امیر جرا رمضان بای خولید کانال شفروخ کو اکا اسماعیل توجیک ایکو ویدیوش کرد. بله همو آدم خودش با زبان هول با دهن خودش گفته که مرا زورم اومد پول در کردید من کانال فروختم. همونجا همو مقصد نیپرانی که اگه یا مقصد کاری درست کرده اگه که وقتی که در حالتی که پرابلم داری باید کم کارا بکنی تو. خوب جدم همین ته برادر جان رمضان برادر است من قطعی نون نمک خوردگیم نمیخوام پس گپ سخت زنم جدم همین ته یعنی که شما من حرمت عزت میکنی برای کارو خیر ایسوسو و من آبونه میشوی شخصی که وقت تو مجبور میشه این آواز منم ضروره آها. رمضان خطاگیش همین بچیم بگم مردم برادرام من همیا میفروشم این من کانال دیگری دارم بخواهی دایی بگذاره نه خواهی من همیا مجبورم یک خطاگیش همین بود که نگو خطاگی دیمش همین بود که دیده و دانسته بر شخصایی که آیدی همین کار قمار سر کار دارم با ویو فروخشو به حد اوه. خطای کلان لیکن کرد خودش نه و اکای کدام بابا خطای جان. کلان کرد که در اینجا بعض جوانهایی هست که متاسفانه آی تربیه خوب نگرفته اگر پس زنی نشه شاید نمیدونه وقتی همون بچه پگایی کن کسباز واپشه نمیشناخت مثال که ابو جوان در رمضان به خاطر امر معروف یا بگون کار خیرش بعد پیسه چکرگی بود همون حالت میبینه که همون جوان چیکار میکنه نقل میکنه نواز میزنی سوسه چیکارم که مربوزا هر آه. کارو میکنه من کارشو ندارم حواس میکنه شاید از همون 172,000 پادپیچی شاید 5 تا 6 تا همونجا بلیت بخرن در همون کاری حرام دست بزنن شاید من نمیدونم یک حواس میکنه خم میگه قاری مازش بیام 2000 پارتون 2000 شما پارتون در همین حالت در گناه همون جوان رمضان خوش میشود میگن ادبگاهی محبت ناز و شوخی بر نمیداره یکی نمیدونی هوایی فتوا نده در حالتی که اگر چیکار کرده همین برادر خبردار میکرد آها. برادرای من همین کانال من میفروشم در این بگذره یا که من کانال من بر کی میسپارم همین حرامچی هست که باید فتوا میگیریم البته مجبور میشه یک کس که نکرد ایزو کشید شاید خیلی مجبور شد فروختش اما خطاگی رمضان همین بود که باید از نظری
مردمی که باید دوست می‌داشتن، بعضیش باورش میکنن، بعضیش فناتش بودن میگذشت. خیلی فرو خداوند مشکلش آسان کنه. اکا همو بچه‌ای که همی فهمیدن که دیستریبیوت نه همون کانال دستی همون قماربازای باید از وای برویم در کانال نوی رمضان پادکست کنم دیگه بگذارم یا که دیگه نکنم. من هیچی گفته نمیتونم، اما خطاگی رمضان ده می بود که باید در قمارباز دیده و دونسته. اگر دیده و دونسته فروخته باشش پیش خدا رم گناهگار شده، پیش خلقم. اما حاضر من نوارش تماشا کردم که برادرم من همکور شاگرد گفتم با اون قمارباز فروخته است. اوه. اما روز شما نمیدونم باید این کار نمیکرد. خیلی کرد مجبور بود. این ما مثال میگیم دینا کانال اعلان کردم، گفتم برادرم کانال ما در فروش موندم 600,000 در فروش موندم. ایدین ایت حاضره یاد برادر خیلی زنگ زدن اینترسیوات کردن میتونم سومدار بودم بیسوم یاد تایگه با همو قماربازا زنگ زدن و خیلی سوم دارن. یعنی که نمیدونم از کدوم راه همه قماربازا هم بیزنس های حلال خیلی دارن، اما این کارا میکنن من نمیدونم برای کیف میکنن یا برای چیزی میکنن من نمیدونم کارشون ندارم. یا سه چهار تا یا زنگ زد کجا 600 700 میتیمت و ما رابطه من ندادم شو من تعریفی نکنم برای که من میدونم که مثلا بعضی مادرها کامپیوتر در همین آبونه شدگان پگای میخیزه هر روز بابا جون بر اومد پگای بچه اینا 10 ماشین قطارک مرحمت 1000 روبلی بعد میگه بر پدر ناله بابا جون خطی فوری چیکاری کرد چلگا. اما با خیلی زندگی هر کس هر خیلی برادرها آدم خیلی مجبور میشه که هیچ یک از گردن کج میکنه در اوه. هر حالت باشه دستگیری کنیم. ما بسیار همین نیازمندایی که روی اکران میبریم الله شاید که همایون 99 از 10% در بینش البته هست یگو ماشینی پشینی نه بعضی نیازمندا را سخت نرسه بعضیشو در موبایلشو ماشینی کو میگالتن مور در هستن در فریبی و غلطی دگیم چند چه قبی دگیم چند چه قسم شما بعد کردیم دگو نیازمند دگیم. اما 98% 97%ش خیلی از زور شما بیاید که بالا اکران میبره یک از تو میطلبه تو آبرو داره یه محله تو مثال بگیم 20 کس میشناسد گاهی میخیزه مثال گه همین شریف جان های زریفشان های در اون اکران بچم چی مشکلی داری. اما هر یک اولاد من اعلان میکنم همچی یک مسلمان همچی یک فردی تاجیک همچی یک شهروندی تاجیکستان که هر یک نفری که روی اکران طلبیدنی و که التماس مینه که زبار کنه اول از نظر اهل بیت بگذار ای سر خشتوانت بگذار ای همسایه‌هات بگذار ای عمکات ای تقایات ای تمام برا در مسجد تو اعلان که مسجد داره اما جا دو جماعت تو اعلان که من مشکلی دارم مشکلی من اول پروردگار شما سبب شد برویا همین قدر سوم مشکل است همه کی گاب زد اگر که کمک از همون جماعت تو جماعت نکردن بعد روی اکرام برای روی اکرام بر آمدن این کار شوخی نیست. بابا جان یا لنگری مهم نیست اسماعیل یک از دیگه گرفت شما را نوار کرد 100,000 500,000 1 میلیون جمع دو کرد دادم این تمام مشکلیت حل شد. اما تو بدون که اون نوار نیست تو وقتی که این یوتیوب وجود داره نبیره تو کلون میشود چی میگن فرزندای تو کلون میشود کهلینای تو شاید دختر تا در جا شوهر میتی در جا یوتیوب هم میزنه که میگن مادری تو نیست چقدر دختر تا سخت میرسه خیلی از زور تو بیای بعد روی اکران روی التماس میکنم 99% که همین کار تو اول پس اکران حل کنی. البته بعضی برادرها در اول میگاتن در حالت مرگ مرده سخت دیگه همه جو میزنن مشکلی برمدن نمیشه از دین اول سخت شده دو دخترک مرد یا بچه وزمینه در وزمی خونه خاطی لنگری ما رفتیم شونکش کردیم ولی باید بروین خیلی پچاق شده گن بچه تماما وزمینه انا او حالت خیلی وزمینه او حالت که یک روزش دوام بالنیسه میسته 80 چند هزار میسالی گفت فکر که 10 روز بیسته اگر این 1 میلیون میشود فهمیدی؟ با اون خاطر پروردگار همه ما را برای راست هدایت کنه حرکت کنه فتنه نکنه. من این افیر دارم این من افیتسال نمیگم که در راه سفرم فقط به خاطر خدا چی بلاگر را خفه کردم یا که اگر گناهگار باشم این در سیلکم در تلگرام پارت افتم بابا جان 88 2700 پادپیش دارم بدروی ای سیلکا قطعی بدروی بلاگرو هم گناه ما بگیره پیش پروردگار و پیش خلوت شما بخشش میپرسم منم شما را میبخشم تو هم فتنه و بم برن بس کنه ای بای بخدا مادر عزیز التماس میکنم زارت میکنم التماس روی اکران نبروی کهلن داره پگرش کهلندار میشه دمادار میشه التماس
حیات میروند این آوازا و زبسای شما با بوی بلاگرها نشه. من هم خیلی من دهم قطار هم بلاگرها میمونم با بوی ما نشه نبروی خطونا و زندگی تونا شرمنده نکنه. یگان بلاگر از دستش هیچ چیز نمیبیاید. همون روز ادیبه هم برادر یک گپی خوب هم ادیبه که همین بلاگرها بغیر هم کسومی تنش هیچی نداره راست میگن. با هم خاطر التماس نبروی در بلاگرها. اون روز هم مادر زنگ زد 4 فرزند داره شوهرش پرتوختایش برفت دیدیم یه زنه که یارو گرفته یا هم شوهری منه در افیر پرتو در یوتیوب پرتو میگم در نکای همه هستی او تو خیالت که در دستی بلاگر دادیش بلاگر گرفت در یوتیوب پرتوفته شرمندهش کرد در پیش اکاو دادر قشلاق داری تو خیالت که بعد وای ترا زنی میکنه وای آبرو داره اماکی داره اماکاش زمزم اکاش زمزم نمیشه برای در پاسول استاد در کنسولی بتیش بخفن جریمهش کنن یا بگن زنی که زنتا بعد این ایدستی بلاگرها هیچگاه هیچ چیز نه آمده و نمیبیاید. التماس با بوی بلاگرها نکنه حیات اختونا به خدا شرمنده نکنه مادرای عزیز. من این خصوصا همین صدای من با گوش مادرای تمام تاجیک برسه. التماس نبروره یگان مادر نبروره بچه‌هایی که بسیارش مشینه که سموی مردم هم میتزن ایسوسا هر یک بلاگر خواهش میکنم که نسبت یک از شکایت میکنن از برای خدا برای خیپ لایک شده در اون نبروری فرزندی مرده که عمق داره خسر داره زندگی داره اول اون بچه را نمروش بیا تو رئیس قشلاق بیا و زنگ بزن بعد روی اکرانش برو که همین فرزند شما هم تری کردگی شما نبروره نه گردونه چیکار کنم شما همین فرزند رو در اکران میبرم تا دنیا بدیم. اما متاسفانه از نظر یک از نگذشته میبینید در افیر مونده این ماشین یک در بولش با یک کرست دیگر ایست میزنن. من از امروز دودر اینا پاره افیر داشتم گفتم که من در درنی همین یوتیوبم ویدیوهای پرزنت هموندم ای مفتیات تاجیکستان هموندم حاجی مرزا اشان نوردین داملا عبدالرحیم داملا سرول تمامی شخص در اینجا هست بیمارباز کنسرت حافظ رقاصه همش هستن در یگان ویدیوی ندیدم کامنتری که حقارت نکرده باشن لوبایش حقارت میکنن. من میگم ای خدا همین براد تاجیک هستن اما من اگر همه رو حقارت نمیکنن یا با بوجان حقارت میکنن میگم مثلا چی پدنالاتم اما تمام شخص حقارت میکنه. من نمیدونم این حقارت این بچه‌ها یاشان پیرن زنکن من نمیفهمم آیا چی فایده میگیرن من نمیفهمم به خدا. آیا همین حقارت یگان لذت چو میتیه؟ آیا همین مردمی که در همینجا شدگی این اکل 98% 50% من ملو نیستم پروست میگم برای زی بهره زی تجربه روزگار بهره بگی. من پروست همین بسیار دیدم جهان دیده شدم پستی بلندی تهمت خستم غیستم خطا کردم همه کار کلی بنده خطا کاره امروز با فوق هستم. من همین مردم میگم ای مردم برادر عزیز آیا شما این همین اکای شما عزت آیا تو از وقتی جون سپوری فکر کردی جون سپوری دی آیا تو مردی وقتی مردن میدونی چقدر سخت است آیا تو میدونی که در قبر آیا تو جواب سوال کیا دادی نکیر منکر دادی آیا سری پلیس را گذاشتی آیا در دست نامه اعمال گرفتی که در بهشت اومدی اینقدر غیبت داری قگب پس بلا میزنی تو میگن حق الله میگن حق الاب اگر پروردگار میگن ما امید از الله داریم الله بخشنده اما حق بنده سختری نه تو دشنام کردی تو فکر کردی که وقتی میگم الله سخنش حق است الله خودش میگه که من در کتفی پس چپ راست بابا جان چی موندم دو ملائکه موندم زیناشه حرام خوریشه همشه نوشته شده تو گری آیا تو من دشنام داری این من حقارت میکنی یک عزت حقارت میکنی یک کسی دیگه میمونه حاجی میرزا را حقارت میکنی مثال گم تو فکر نمیکنی که الله میگه ای بنده در کتفای تو ملائکه هست ثبت مینا تو آیا در روز محشر اونجا در دست راست گرفتی همون نامه اعمال تا که ما فلانی خود را بهشت که این قد دشنام میکنی تو آیا گذشتی ای همین در درون بهشت حضرت ابوبکر میگه که من اگر یک پام در درون بهشت باشه یک تاش در بیرون ولی من امیدی در بهشت اومدن ندارم که یار در زندگیشو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشارت به جنت داده بود. من نمیفهمم این مردم ما با کجا رفته شدیم
من نمیفهم این مرد مردم رو یا فکری بیزنس کن یا فکری بهبودی کن یک فکری یک محله قشلاق کن که 24 ساعت در بیگولای بشتگیم 24 ساعت در یوتیوب آچه ایشان خورد میکنم. من نمیفهمم اخی برای فکری بیزنس که میگوی بچه ها یا بیزنس کنی الحمدلله بچه کی محمد تن ایسای کی چیه این مردک اکه بابا جون امری معروف که ایسای تا چیم چی نویسه ایسای پاد ای بنا میدونی تو باجو یا گوش کنی یا باجو یا دستوری پاد بگیری گپوی صفحه قبه دایم می با نویسی میت سه گفتنی بیا که ایزد میگم همینجا محمد ای کیای امری معروف که ایسای اکه خودت یا گپوی نویسه ایسای پاد یا خیلش رنگی برزگو وای بختی و یا انشالله یک روز نه یک روز میفهمم هر وقتی که یک کس میبینی دشنام میکنه با دشنام وای دشنام نگردونیم حرکت کنیم که همه حقارت کرد رحمتش بگو یک روز نه یک روز میفهمم اکه همین لیه بخدو قسم تو همین اینستاگرام بدرو اینستاگرام هر یک تایش هست نمی یک چنمی امروز بخدانم الله شاید ای زن گفتم تو پدر و مادر داری گفت گفتم تو پدر و مادر داری گفت او گفت اکا و دودر داری گفتم گفتم تو را هیچی نمیگن خیلی لباس میپوشی مقصد خیلی کارو میکنی رقص میکنی سایت اینستاگرام داری گفت من رخ چون اجازه دادگیم فهمیدی گفتم هم اتتای بناموس هم اوتتای هم اکتای هم دودرت گفتم برای سایت لباس اگر تو را در همین سایت اجازه داده باشه هفت پشتت بیناموسای ای پیش دیو هم کشتیم تلفن شد 10 minut پس یا آدمای زنگ زد اکا بخدا که میدونم همین خداوند همین رمضان خالیقو بخدا قسم اکا همین همه شکونه ولی ببراره ویدیو کنه آدم شونده بخدا قسم اکا راست حرکت کنیم برادرو خطا نکنیم خداوند همه ما را بخدا هدایت کنه برادرو من با خاطر خدا میگم بچه ها بس کنه برادرها بلاگرها وقتی من بلاگرها گفتم همه را در نظر ندارم بعضیش از نمی بیزنس از نمی کار حلالی که الحمدلله با هیچ کار ندارم اما حرکت کنه که پس نزنه فامیلت ما را والله قسم نه تنها حاضر خد مانها یعنی تمام کامنتاری ها را اما تاش ببینه وقتی پلیلیستی با تاجیک سکیل پر نروستی ما یگون سکلاد یگون بازار از اون یگون جو رحمت رکلام میکنم زیر میشن با شما چی گفتنامایی میکنن باید میزنن تو میگه که یا چوی خیر می نویسن میگم نمیدونم های چکا کنیم و اون خاطر کسی فهمید الحمدلله نفهمید پروردگار کل گناه ما را آف داده و کسی نمیفهمید کسی گپ داری بیو برادر جون بسو من شوخی میکنم شوخی بازی با مو چی یار خودش با جای خودش اما التماس بس کنه ای بس خداوند همه ما را باید راست هدایت کنه سلامت باشه برادر خداوند برادر هیچ کار دشنام نکنه یه روز نمیفهمم همون نومرو دای ما اکا اینجا یک کس نویسه کدام نومر دای زنگ بزنیم نمی برداری همون نومر دایم کبرات خداوند همه ما را هدایت کنه دعاگو باشه برادر جان ما انشالله در سفر هستیم ساعت هم خود دیگه تو چند کایی شید اکا رفته هستیم الحمدلله خود تو کایی اکا بله بله لنگری چو دای دانگری در همون شهر چون اوای در همون شی کار زندگی میکنه حد مسکو ایدین هم کار کار شدن آه. اکا ایزد سلام نگن خیلی تورد
Akay Abu Doğru Faktor mu? ve aleykümselam. Salomat باشی. Doğru Akay باشه babajon برادر. tu dar roи kafed aka alon nigahbonot bo shasherinar. Salomat باشی Panoz برادر. bakhtiyo aka alon aman. doğru باشه. سلام خیرتون تیا. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. Gap nest akay. دام زکای دادیم. سلام خیرتون تیا. پروردگار همه ما را Khob به راست در گوشه باشه، سرجم باشه. بگیری پدر و مادر khob. وطن نکنه. doğru باشه برادر. Ида да саволи ман ҷавоб наметӣ. Акай ки чира ҷавобитум бугӯйна ҷавобитум ака. Ма ҳами Москва даем ку ака. Метро Котельников. ما چی ویدیو کردیم؟ من هیچگاه ویدیو شفاک نمیکنم. من قدیم بلاگری که من ویدیو کرده من برمدم در اپیرش فکت دلیل فهموندمش برمدم رفتم ویدیو نمیکنم. یگان مادر من ویدیو نکردم، پس نزدم. بدون ویدیوهای من از اول تا آخر بکنید. در همین سکلاده که گذاشت همین کار که همون چی میگن پست بلندی شید. من برمدم همون سوالا را دادم که گفتن تو بیگناهی، برمدم از دمی کار میکنم. هر روز نگرفتم برارم صورت یک شو و یک شو این شی تشید بایش میتشید. کاری نداریم به یگان کار برادر. Бале бародаро. Паноз худо акай бобоҷон алон нигаҳбон боша сафари бехатар. Худо соҳ саломат бирай биёяд Devam неста. ediyorum ki. Doğru başı yakacağım. Sulaman kayıtın tiyar. Маҳаммад ака панод ба худо ака алон нигаҳбон. خب همین اینجا سوال داده که نه اودالی نه که جا نوشته که چو هم زنه کار زینو کرده، کی زینو کرده، کیا کردیم. ما همین سوال که ما اهمیت چون نمیتیم. من میخوام که بفهمم کی از زینو کردیم. این هم جا بدرو دکازت کیا من زینو کردم برادرو. کی زینو کرده خدا نمیترسه. شهر تتارستان برادرو، طرف تتارستان. او رئیس پانود ба худо хоҳ акай бобоҷон алон Gam нигаҳбон. takay rajon doğru başı. Sulaman kayıt Хоб tiyar. гап нест. Bu jargon Бай. kapsaga. خب دوستان باشه بچه های شهر کزن باشه هم چرس کزن میرم نمیدونم رفته استعمالی همین کدمی یکم سوال داری بیای اینجا بدوری رنگ همین اکای ایزد سوالاتون هفته انشاءالله جواب میگیم لبای سلام علیکم Salam aleyküm. Aka شکر چیو داری اکا جون şedir aka rahmet gaşin khibam taftin ak suhbatin çi oldu ne? الحمدلله اکا جون بخشیدم را رفته هستیم خوب هستی تنجی خوراکو خوبه الحمدلله اکا جون شکر پروردگار همه خوبه شما پرسیم خداوند خیر Şedir کنه aka şedir. دعاگو باشی برادر سیریز سوز دید یا که سیریز من سوز نیست سلام بگو بچه ها را اکا جون آوازات به خدا نامه هستم Siyas. مادر
الله